در همین مصاحبه اخیر آقای ثابتی ایشون تلویحاً شاه ایران رو به بی ارادگی متهم کردن، ایشون رو به سست عنصری، اون حرفهایی رو که زدن که آقا مثلا بیضتون رو میز بند، این صحبت یک پادشاه نیست. نه عزیز من، بحث کلان رو مطرح میکنیم. بحث کلان آقای فردوست بودن، آقای همین اجازه بدید ایمان جان، همین ها رو ما وقتی، حالا فردوست که جای خود، ما چند جلسه متون آقای دکتر داریوش همایون رو آوردیم خواندیم، همین دوستان پهلویسم شروع کردن اتهام زدن به آقای دکتر داریوش همایون که ایشون نمیدونم فلان بوده، اردشیر زاهدی فلان بود، یعنی در واقع نمیخوان بپذیرن این اشتباهات رو. فردوس رو عامل وزارت اطلاعات و کسی که وزارت اطلاعات رو تشکیل داده، اون یکی رو نمیدونم عامل فلان. در واقع مشکل همین هاست. اگر تک چهره‌ای از خود پادشاهی خواهان هم مثل آقای اردشیر زاهدی و دیگران صحبت کردن، شما دیدید رفتار اینها جوری بوده که همه اونها رو کنار زدن و این فضا حاکمه. ما نمیگیم که کسانی نیامده این حرفا رو بزنن، که من خودم از کتاب آقای دکتر داریوش همایون چند جلسه خواندیم، اما فضای فکری بر سر اینه که اینها اجازه نمیدن که افرادی نگاه منتقدانه منصفانه نسبت به اون زمان داشته باشن. اما حالا اجازه بدید جناب سلیمانی عزیزم، شما حرفتون متینه و من هم میپذیرم. این استبداد فکری در ریشه در تک تک اذهان ایرانیان داره. من این رو در شما هم اگر جسارت نباشه میبینم. خب اشکال نداره. من از شما الان توقع دارم که مانند آنهایی که ازشون انتقاد میکنید نباشید. اگر شما میآیید میگویید که سیستم پهلوی تک حزبی و سرکوبگر بود، از اون ور به خدمات اجتماعی ایشون رو هم ذکر کنید. به خدمات اجتماعی. خب همین رو گفتید. حالا اجازه بدید من صحبتم تموم شه عزیز من. اجازه بدید. اشاره کردید پهلوی ها یک حکومتی رو تحویل گرفتن از قاجار. آن زمان چه بود چه شد؟ خب شما ببینید اون دوران مشروطه چه میخواستن. اولین چیزی که میخواستن عدالتخانه بود. شرط اول این بود که یک مرجعی برای تظلمات مردم باشه. آیا ما در زمان پهلوی عدالتخانه داشتیم به معنای واقعیش؟ من الان عرض کردم خیر. به همین دلیلی که یک شخص عادی سیاسی رو میبرن در دادگاه نظامی محاکمه میکردن. دقت فرمودید؟ عدالتخانه معنا نداشت. یه فعال سیاسی میخواست حرفشو بزنه، اینجا بحث گرفتن چک و سفته نبود که یه دادگاه مدنی باشه، نه، بحث کلان اونه که اگه مردم خواستن حق خواهی بکنن کجا باید برن. در زمان رژیم پهلوی عدالتخانه وجود داشت، سوری بود. هر کسی حرفی میزد میبرن دادگاه نظامی. خب پس عدالتخانه چه شده این وسط؟ پس دیدید با آمدن پهلوی اولین اصل مردم که عدالتخانه بود از بین رفت. دستگاه قضایی ایجاد شد، بله، اما فاقد محتوا بود. مثل دولت ایجاد شد اما فاقد محتوا بود. همه چیز اعلیحضرت بود، همه کارمندان ایشون بودن. دومین چیزی که در مشروطه میخواستن چه بود آیه ایمان عزیز؟ مشروط شدن پادشاه، یعنی ذیل قانون. آیا رضا خان که تبدیل شد به رضا شاه ذیل قانون فعالیت کرد؟ او خودش قانون بود. آیا محمد رضا شاه ذیل قانون رفتار کرد؟ پس اینا خیانتکار به مشروطه بودن. اهمیت مجلس در دوران اول و دوم و سوم و چهارم مجلس شما برید نگاه بکنید، از افراد مختلفی از صنف‌های مختلف انتخاب می‌شدن. دیگه به مرور زمان این اعلیحضرت بود که تعیین می‌کرد کی باید بشه نماینده مجلس. دقت فرمودید؟ تنها نقطه اجازه بفرمایید ایمان عزیز دیگه. من قصد بحث با شما رو که ندارم، که دیدگاه شما رو بشنویم و شنیدیم. میگم مدلل باید صحبت کنیم. مدلل اینا صحبت کردن. اینا سرمایه‌های دوران قاجار بود. مردم انقلاب کردن در دوران قاجار برای رسیدن به اینها. اما حکومت پهلوی همش از بین برد. تنها جایی که حکومت پهلوی خوب عمل کرد، بس خوبم که البته میگم دو طیف داره، بحث وحدت کشور بود. یعنی جایی که گروه‌های مختلفی در درون کشور قدرت گرفته بودن از ضعف دولت مرکزی. خب
حالا پهلوی آمد چه کرد؟ وحدت کشور رو میسر کرد. اما آیا با اون نحوه برخورد مطلوب بود یا میشه جور دیگری هم بحث کرد، جور دیگری هم پیگیری کرد، جور دیگری هم محقق کرد؟ به نظر میسه اون خشونت خب مشکلاتی رو ایجاد کرد که تا امروز شما اون رو دارید میبینید. سرکوب عشایر، سرکوب ایلات مختلف با اون وضعیت مشکلاتی رو ایجاد کرد، در حالی که بسیاری معتقدن میشد از طریق دیگری هم همون اتحاد رو برقرار کرد که ریشه های عداوت و کینه تا به امروز کشیده نشه. حالا اینا بحث های آینده است. مقصودم اینه دوست عزیز من، این که به مردم نان دادیم مهم نیست. آزادی مردم رو گرفتید، بعد به مردم نان دادید. خب رژیم ها استبدادی مگه مردم از گرسنگی میکشن؟ نه خیر. الان پوتین که در روسیه حکومت میکنه مردم از گرسنگی کشته؟ میگه به شما نون نمیدم، آب نمیدم، تامین اجتماعیتون منحله، حق ندارید نفس بکشید؟ نه خیر. اما اون بحث های کلان جامعه مطرحه، اوناست که انقلاب رو سبب میشه. بنابراین یه مقدار ذهنمون رو اگه توسعه یافته بکنیم متوجه میشیم بحث ما اصلا در مورد جزئیات نیست که مردم لباس میپوشه. من دیدم آخه بعضی دوستان میگن آقا ما جمع میشدیم یه عرقی میخریدیم میرفتیم کنار فلانجا مینشستیم میخوردیم. خب عزیز من، مگه عرق خوری ملاک یک جامعه توسعه یافته است؟ مگه کاباره و دیسکو رفتن ملاک یک جامعه توسعه یافته است؟ جامعه توسعه روشنفکرش باید تولید فکر کنن، دانشگاهش تولید اندیشه بکنن. آقای روزنامه‌ها سلیمانی خواهش میکنم این عنوان به مطالب نسبت در خصوص عدالتخانه که عرض جناب کرد. ایمان من قرار نیست که با شما بحث کنم که من نه حرف خیر، شما رو من شنیدم. پاسخ شما رو الان در چند خط پاراگراف آقای سلیمانی من برای شما بسیار آموختم. نه برای شما عزیز من توجه بفرمایید. شما اصلا حرف شما غیر منطقی است عزیز من. چرا وقتی من میگم ناصر کاتوزیانی که قاضی دادگستری بود و در برابر ارباب ایستاد و آن ترفیع رو در سیستم قضایی همان پهلوی دیکتاتور گرفت رو هم شما ذکر کنید. من از شما توقع بله میانه ممنونم. بله و ممنونم این از اگر شما. غیر منطقیه شما به بزرگواری خودتون ببخشید. بله و ممنونم. در خصوص آن سیستم استبدادی رضاشاهی که شما بهش انتقاد داری، در همون سیستم صادق هدایت ها، احمد کسروی ها، علی دشتی ها آمدند و مطالب نگارش کردند. و اگر شما آقای سلیمانی عزیزم به سیستم سرکوبی پهلویسم اعتقاد دارید، ببینید ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی میگه هرگاه یک خطر عمومی استثنایی و فوق‌العاده موجودیت ملتی را تهدید کرد، کشورها میتوانند از برخی الزامات حقوق بشری خودشان عدول کنند. اگر آن روز دادگاه‌ها و مراجع غیر وابسته و مستقل قضایی ایران پرونده‌های اشخاص سیاسی ایران را قبول نمی‌کردند و به واسطه فقدان محاکم افرادی که خودشان را مارکسیست لنینیسم اسلامی می‌نامیدند در جناب دادگاه‌های ایمان از اون یه لحظه توجه بفرمایید عزیز من. خواهش می‌کنم دیگه وارد این بحثا نشید. شما سال 1310 قانونی تصویب کردن که هر کسی مرام اشتراکی داشته باشه، یعنی طرز فکرش این باشه که ما نگاهمون یک نگاه سوسیالیستی است، کمونیستی است، اصلا نه حزبی داره، نه گروهی داره، نه دسته‌ای داره. طرف رو میگرفتن وارد زندانش میکردن. آقای تقی ارانی و 53 نفر رو که در مجموع بودن گرفتن وارد زندان کردن. هیچ کدوم هم دیگه هم نمیشناختن، نه حزبی داشتن، نه گروهی داشتن، نه دسته‌ای داشتن. آقای در سلیمانی اون عزیز فضا آقای ایمان عزیز ببینید در کشوری مثل ایالات متحده امریکا داستانی داریم ما از این افراد. در درون اون سیستم صادق هدایت رو مثال میزنه. صادق مجبور شده مطالبش رو تو خارج از کشور منتشر بکنه. آقای علی دشتی رو مثال زدی. آقای علی دشتی کتابی داره در مورد سقوط محمد رضا پهلوی. میگه آقا من قبلا کتابی نوشتم 50 و چند سال 14 سال منو تحت فشار قرار دادن که در تعریف از سلسله پهلوی مطلب بنویسم. تا اون ابتدای کتابش داره میگه. همون آقای علی دشتی
همون کتاب آقای علی دشتی رو بخونید ببینید چه میگه. من الان نمونه همین کتاب آقای علی دشتی رو میارم میخونم. خب این دوست ما از علی دشتی مثال زد، من بعید میدونم ایشون حتی کتابای اینا رو هم خوانده باشه. آقای علی دشتی کتابی داره، عوامل سقوط محمد رضا پهلوی. یه چند فراز ازش بخونیم ببینیم اون سیستم چگونه کار میکرده. اولین کار اینه که به کسانی پول داده بشه یا تحت فشار قرار بگیرن که برای اون سلسله خوبی بنویسن. آقای دشتی در ابتدای کتابش در صفحه 14 این رو آورده. میگه به همان دلیل که 55 را نوشتم این یادداشت‌ها را فراهم آوردم. 14 سال تمام تحت فشار بودم تا کتابی در ستایش خاندان پهلوی تدوین نمایم. بعد ادامه میده که در اون کتاب از خوبی‌های پهلوی گفته، از مشکلات سخن نگفته. دقت فرمودید این که ما میگیم این جماعت خوبیاش رو فقط میگفتن بدیاشو نمیگفتن، داستان ایناست. حالا یه دوستی میاد میگه که شما بدی‌ها رو میگی خوبی‌ها رو بگو. میگم خوبی‌ها که هست، این تو در دسترس شماست. دیگه تحصیل حاصل عقلاً قبیحه. و شما خوبیاشو خوندید. دائما هم می‌بینید تلویزیون‌ها دارن میگن. تازه به شکل قلوف شدهش هم میگن. اما بدیاش گفته نشده. هر کسی کوچکترین نقدی کرده او رو وصل کردن، حتی از آدمای خودشون بودن ها. بحثشو کردن به خائن بودن و خیانتکار بودن و این داستان‌ها از بزرگانشون. یه دوستی اشاره کرده بود که چرا یکی دو نفر آدم درست حسابی کنار این آقای شاهزاده نیست. ببینید دوستان، وقتی پیرامون شما کسانی قرار دارن که نگاهشون فرقه‌ایه، قبیله‌ایه، مداح پروریه، اگه کسی بخواد دوتا نقدی هم، دوتا پیشنهادی هم به شما بده، سبب وهن اون شخصیت رو فراهم کرده. بنابراین به قدری نسبت به اون موضع گیری میکنن که این آدمای مستقل دیگه اونجا نمیمونن، میرن. پیرامون استبداد اگر شما نگاه بکنید دیگه آدم مستقل شکل نمیگیرن. رضا شاه کسی بود که در کنارش آدمای درست حسابی بودن. او که خودش اهل دانش و علم و اینها نبود. تیمورتاش ها و فروغی ها و تدین ها و داول ها و اینها بودن. اما چه کرد؟ وقتی قدرت رو کسب کرد آرام آرام دیگه نمیپذیرفت اونا نظر بدن. همونایی که اساس تفکرات حکومت او بودن. وگرنه رضا شاه که چیزی نداشت. چیزی بلد نبود. اون فروغی ها و علی اکبر داور ها و علی اکبر سیاسی ها و اینا آدمای بزرگ بودن. تدین ها، تقی‌زاده ها، نصرت فیروز ها، اینا آدمای استخواندار بودن. وگرنه رضا شاه چی بلد بود؟ چیز از توسعه میفهمی؟ چیز از قانونگذاری میفهمی؟ یکم فکر کنید. منتها بعداً وقتی قدرت رو کسب کردید این شخصیت های مستقل در برابر شما موضع میگیرن. خب نمیتونید تحمل کنید. چیکار میکنیم؟ تیمورتاش رو به بهانه جاسوسی میکشیم. علی اکبر داور رو تهدید میکنیم او خودکشی بکنه. نصرت فیروز رو هم همینطور. بقیه افراد حالا اون حسین دادگر و اینا که فرار کردن از کشور و رضا ماند و دربارش. به همین دلیلی که در انتهای دوران حکومتش کسی کنار او نبود. محمد رضا شاه کی بود مگه؟ شما برید نگاه کنید رجل‌های استخوانداری مثل قوام و مصدق و دیگران چه شدن. همه حذف شدن چون دیگه نیاز نداره. دیگه اواخر کار شما فقط مداح میخوای. اگر میخوای بدون چرا 4 تا شخصیت درست حسابی کنار کسی نیست نگاه بکنی ببینید اون فضا چگونه فضایی است. یا اون مداح پروره، طاقت نقد نداره، نمیخواد مخالفت بینه. الان من اینجا خواهم خواند اتفاقا از آقای علی دشتی چون نمیخواد اینا رو بشنوه. یا اینکه فضای پیرامونش به قدری از حتاکان و فحاشان پره کسی جرئت نمیکنه نقدی باشه. شما الان برید طیف پادشاهی خان نگاه بکنید. اگه کسی جرئت کنه یه نقدی بر آقای رضا پهلوی بکنه با او چه میکنن در این فضاهای مجازی؟ نه تو هم خائنی، تو هم برگشتی به همون اصل خودت، تو هم فلان. خب تو این فضا کسی آدم درست حسابی میشه؟ کسی این آقا نمیمونه. پس ریشش برمیگرده به همون مشکلات. حالا دقت کن. ایشون میگه من
14 سال تحت فشار بودن. البته این نکته رو عرض کنم، رژیم پهلوی به برخی از روزنامه‌های خارجی هم پول میداد که براشون بنویسن از رهبری داهیانه آقای اعلیحضرت، آقایشون چقدر خوب کشور رو اداره میکنه و فلان این حرفا. و بخشای از این رو بعدها خواهیم خواند که این سبب درک نادرستی حتی در میان سیاستمداران امریکایی شده بود واقعا. یعنی یه بخشی اونا فکر میکردن که این آقا چقدر در ایران محبوبه، چقدر همه دوستش دارن، چقدر براش دست تکان میدن، چون برخی از این روزنامه‌ها محلی شده بود، یه نویسنده معتبری، یه نویسنده خوبی پیدا میکردن، یه پول هنگفتی بهش میدادن که آقا شما هم یه خطی بنویس دیگه در مورد حکومت خوب ما. او هم مینوشت. سیاستمدار غربی مثلا این روزنامه لوموند رو میآورد جلوش میشست، خب پس حتما چقدر خوبه که اینجوریه، یه استادیومی میذارن و یه عکسی میگیرن و همین کاری که جمهوری اسلامی میکنه. دیدید دیگه، همه چی آرومه، ما همه خوشبختیم و این داستان ها. وقتی اون موج انقلابی آمد، چرا جهان غرب شگفت زده شد؟ چون باور نمیکرد. و چرا باور نمیکرد؟ چون اخباری که به اونها میرسید افکار غلطی بود، اخبار نادرستی بود، تحلیل های غلط بود. چون یه سری روزنامه‌نگار در استخدام این آقایون بودن. حتی یه زمانی پیشنهاد کردن به شاه که آقا یه مقدار این دانشجویان افکار آمریکایی‌ها رو مغشوش کردن به اینکه آقا حکومت شما استبدادی است و این داستان‌ها. رفتن یه آقایی پیدا کردن، آقای دانیل یانکلوویچ، گفتن آقا این کارش کار رسانه‌ای است، بعد شما چیزش کنید، یه پولی بهش بدیم این بیاد افکار عمومی آمریکا رو برای ما مطلوب کنه که آقا ما اینقدر هم بد نیستیم. حالا بحث مفصلی داره میذاریم برای آینده. مقصودم اینه که از این قلم به مزدها اون زمان بودن. الان هم اکانت به مزدها کم نداریم، کسانی که حاضر نیستن یک نقدی رو بشنن. خب پس این آقای دشتی است که این دوست بزرگوارمون اشاره کرد. حالا شما میدانید فضلالله زاهدی کسی بود که در جریان اون کودتا دوباره حکومت رو به اعلیحضرت بخشید، یعنی تاج بخش دوباره حکومت به اعلیحضرت بود، البته به همراه شعبان جعفری ها و پری آژدانقزی ها و اشرف چهارچشم ها و اینها. بر حکومت بخشید. ببین رفتار آقای اعلیحضرت با این آقای تاج بخش چگونه است. بقیه مردم رو شما یه قیاس میتونید بگیرید. این رو هم آقای علی دشتی نوشته. میگه این آقای زاهدی آمد نخست وزیر مملکت، کسی که جریان دوام نظام پادشاهی مرهون زحمات همین آقا بوده. یه آقای به اسم محمد سعیدی رو معاون وزیر راه میکنه. خب چه اتفاق میفته؟ شاه آن وقت برای بار دوم به امریکا رفته بود. پس از مراجعت از این اقدام زاهدی سخت رنجید که چرا بدون اجازه او معاون وزارتخانه ای را تعیین کردند. همچنین راجع به بودجه وزارت جنگ یا ژاندارمری زاهدی نظریاتی داشت و گاهی مخالفت‌هایی می‌کرد و شاه اینها را به حساب استقلال طلبی وی می‌گذاشت و نمی‌توانست تحمل کند که زاهدی در باشگاه افسران بنشیند و احکامی برای این و آن صادر نماید. صفحه 79 80. یعنی یه نخست وزیر رو هم، حالا تازه شاه در اون زمان تازه نوکیسه بوده، یعنی اونقدر پایگاش صفر نشده. یکی دیگر از اون شخصیت‌ها و رجل که دوستان میگن چرا نیستن، آقای دکتر اقباله، از شخصیت‌های برجسته زمان محمد رضا شاه، سالها نخست وزیر و مسئول مختلف بود. در مورد کیش یه دیدگاهی داشت که آقا اینا دارن اونجا پول حیف و میل میکنن و تأسیسات فلان و این داستان ها. اومد به نزد شاه. ببینید چه اتفاقی رخ میده. روز موعود، منظورش زمان ملاقات آقای دکتر اقبال با اعلیحضرت، با نهایت خضوع جریان را به عرض میرساند و شاه پس از بی‌حرمتی بسیار او را پس از حدود 40 سال خدمت صادقانه طرد می کند و 2 روز پس از این ماجرا به علت سکته قلبی میمیرد. یعنی دکتر اقبالی که آمد پس از 40 سال خدمت برای این خاندان گفت آقا این حرکت‌های غلطی داره شکل میگیره. میگه شاه به قدری با او بد برخورد کرد که اون بدبخت رفت و
2 روز بعد دیگر نیامد. از حالت عمودی افقی شد. بعد این دوستان میگن صادق هدایت‌ها و روشنفکران اینا مثل مطلب بنویسن. کدام عدالتخانه عزیز من؟ شما بیاید نگاه بکنید. این پادشاهی خواهان خیلی جالبه. میگن آقا دیدید دادگاه هویدا رو؟ میگیم خب چه شد؟ میگه ببینید یه دادگاه سوری و فرمایشی برگزار کردن، هویدا رو اعدام کردن. چقدر جنایتکارن. میگیم بله کاملا درست. دیدید دادگاه نصیری رو؟ ایشان را آوردن یک دادگاه سوری 4 تا سوال پرسیدن اعدام کردن. میگیم بله درست. میگه ببین چقدر بی انصاف بودن. بعد ما حالا سوال میپرسیم، میگیم آقا اون زمانی که آقای هویدا در زمان رژیم شاه به زندان افتاد دادگاهش چطور بود؟ دادگاهی تشکیل دادی؟ اون زمان که نعمت الله نصیری، چون انقلابیون نعمت الله نصیری رئیس ساواک رو در زندان بود گرفتن. حالا این آقا رو کی در زندان انداخت؟ خود اعلیحضرت. نصیری کیه؟ همون سرهنگی که نامه ابلاغیه خلع مصدق رو میبره دم در خونش بهش میده. دقت کن اینا پایه های اون رژیم بودن ها. خب نعمت الله نصیری رو کی زندان انداخت؟ انقلابیون که ننداختن که، این تو زندان بود به دست انقلابیون افتاد. کی انداخت؟ شاه. دادگاهش کجاست؟ میشه به ما بگی؟ دفاعیاتش کجاست؟ دفاعیات هویدا در زندان کجاست؟ نه دیگه اینجا دیگه ما عدلیه زمان شاه عدلیه بود. ناصر کاتوزیان آمد گفت عدلیه است. میدونی؟ دست بردارید از این تشبسات عزیز من. ناصر کاتوزیان آمد گفت عدلیه است. ناصر کاتوزیان رئیس قاضی دادگاه‌های مدنی بوده. اموری که ربطی به سیاست نداره. اما شما از دادگاه‌های مربوط به آقای نعمت الله نصیری به ما نشون میدید که رئیس ساواک اون مملکت که این همه زحمت کشید توانایی دفاع از خودش داشته باشه. همین آقای دکتر داریوش همایون تو زندان بود. گفت وقتی درب زندان‌ها رو شکستن هوا تاریک بود ما فرار کردیم. وگرنه اینا همه به دست انقلابیون میافتادن. دادگاهشون کجا بود؟ در کدوم دادگاه حاضر شدن؟ چون ساواک همین آقای ثابتی و دار و دستش اسامی 500 نفر رو نوشتن که آقا ما اینا رو بگیریم زندانی کنیم. حالا اینا کی بودن؟ همه نزدیکان اون دربار و شاه و اینها بودن. حالا مشکل اصلی خود اون آقا بودا. اینا همه عمله هاشن. اما میگفت نه بریم این 500 نفر رو بگیریم زندانی کنیم. وزیر دادگستری اومد گفت آقا جان این چه حرفیه؟ اینا آدمای رژیمن. مگه میشه اینا رو بندازیم زندان؟ اگر میخواید زندانی بکنید خب اشکال نداره. دادگاه تشکیل بدید. نشون بدید که آقای هویدا اختلاس کرده. سوء تدبیر داشته. بعد او بره زندان. آقای دکتر داریوش همایون همینطور، آقای نصیری همینطور. دادگاهتون کو؟ چون دادگاهی وجود نداره. همه عمله های اون آقا بودن. خلخالی جانیه؟ بله 100% جانیه. چون نعمت نصیری دشمنشه. امیر عباس هویدا دشمنشه. طبیعیه که دشمن خودشو بکشه. با اینکه کار غیر انسانی است. اما بدتر از اون اعلی حضرتی هست که دوستان خودشو میندازه زندان بدون دادگاه. اگر اندک شرافتی در این مرد بود میگفت آقا جان حالا خدمت کردید بفرمایید برید از مملکت من بیرون. حداقل به دست انقلابیون نیفتید. تا اون لحظه‌ای که در فرودگاه منتظر بود که آقای بختیار رأی اعتماد بگیره خب دستور میداد اینا رو آزاد کنن. آقا این افراد آزاد کنید. یکی از چیزهایی که مسئله وفاداری نیروهای رژیم رو به شاه سست کرد همین مسئله بود دوستان. جایی که اونها دیدن همین پادشاهی که روزی از همین افراد استفاده میکرد اینها رو به زندان انداخت. کدوم ارتشی میتونه به وفاداری این شاه اعتماد داشته باشه؟ میگه آقا اینا که من دیدم این همه خدمت کردن به راحتی فرستادشون تو زندان. خب فردا منو هم تحویل میده. همین ثابتی فرار کرد قبل از انقلاب فرار کرد. 44 سالی مخفی بود. الان آمده بالا.
قبل از انقلاب این آقا فرار کرد اون روزای چیز. چرا؟ چون میدونست کسی که به دوستان خودش خیانت میکنه میخواد به ملت و به مردم خیانت نکنه. استبداد همینه دوستان، برای نگه داشتن قدرت همه کار میکنه. جنایت‌های جمهوری اسلامی سر جاش، هیچ ربطی نداره. اما برید نگاه بکنید در اون رژیم دادگاهی وجود، عدالتخانه بود. کدوم عدالتخونه؟ آقای محمد علی شاه میگن که خیانت کرد به مشروطه. میگیم خب چه کار کرد؟ میگه مجلس رو به توپ بست. میگیم بله بسیار هم کار زشتی کرد. اما بسته شدن مجلس مگر غیر از اینه که صدای مردم اونجا شنیده نشه؟ و کسی هم که نمایندگان فرمایشی انتخاب میکنه که اونجا بله قربان بگن هم مجلس رو به توپ بسته. حالا صدای گلولش نمیاد اما از طریق قانونی همین کارو کرده. شما فکر جمهوری اسلامی مجلس رو به توپ نبسته؟ بسته. تو اونجا صدای ملت نیست، صدای حکومته. من میگم شما میگید بله قانون بشه. وقتی درک و فهم ما اینقدر ساده است که فقط صدای گلوله رو میفهمیم که محمد علی شاه خیانت کرد به مشروطه، مجلس رو به توپ بست. بله رضا شاه هم این کارو کرد. مجلس بود اما صدای ملت نبود. 4 تا عمله اونجا نشسته بودن دور هم دیگه صحبت میکرد. مجلس هست اما صدای ملت نیست. دولت هست اما برآمده از مردم نیست. اینا هم به توپ بستن دولت و مجلس. دوست عزیز، به همین دلیلی که من میگم یه مقدار باید وارد این مفاهیم بشیم، بفهمیم داستان چگونه است. استبداد نمیاد علنا قانون رو تعطیل کنه. امروز شما دیدید، من بارها اینو عرض کردم، تمام دیکتاتورها قانون اساسی دارن، تمام دیکتاتورها قوانین موضوعه دارن، قوه قضاییه دارن. کی تعطیل کرده؟ شما میشه به من بگید؟ قذافی تعطیل کرده؟ بشار اسد تعطیل کرده؟ نه. اون ساختمونه هست، قضات هستن، اون سر و شکل رو دارن، متهمم چه بسا ببرن اونجا صحبت. اما میدونید در نهایت چیزی بیرون میاد که اون آقای دیکتاتور میخواد. یعنی اون مجلس هم اگه جمع کنی این افراد رو کت بسته ببری در دربار آقای بشار اسد، همون حکمی رو میده که اون قاضیه اونجا نشسته داره میده. نماینده دولت در نظام‌های استبدادی همون آقایی است که قبلا یه حکمی بهش میدادن، آقای فلان پاشا شما الان از این به بعد از فردا وزیر ما باش. خب امروز هم همون جوریه. شاه ابلاغ میکنه که آقای اسدالله علم بشه نخست وزیر، میگن چشم. آقای فلان، یعنی در واقع قانون اساسی یه سر و شکلی برای فریب مردم شده که دیکتاتور میگه ببینید من دارم قانونی عمل میکنم. ما تفکیک قوا داریم، ما قوه قضاییه داریم، مجلس داریم، دولت داریم، اما تنها چیزی که نداریم همین ستاست. به توپ بستن هم ایناست دوست عزیز من. منتها اینا یاد گرفتن که دیگه با گلوله به توپ نبندن، دور بزنن به نحوی که عملا صدای مردم دیگه شنیده نشه. خب اینا مسائل مهمی است که به مرور بررسی خواهیم کرد. ما سهراب عزیزم بشنویم، بعدم دیگه میگم 1-2 ساعت شد بحث مقدماتی رو جمع بندی کردیم و بعد از 2 هفته آینده حالا اگر بشه وارد جزئیات خواهیم شد در مورد مفاهیم مدرن دوستان در حوزه مسئله پهلوی، چون خیلی از این چیزهایی که اینا نام بردن همه پیشینه قاجاری داره، از زمان پهلوی نیست، و اینکه چگونه فضا ایجاد شد برای اینکه بخش‌هایی از اونها اجرایی بشه رو هم بحث خواهیم کرد تا این جنبه‌های مغالطاتی ادعای این دوستان کاملا روشن بشه. چند وقتی هست قصد داشتم یک اتاقی داشته باشیم با عنوان فرایند غیر متمدن شدن. در واقع این ایده اول بار زمانی که من یک مطلبی از آقای استیون پینکر می‌خواندم به ذهنم رسید، جایی که آقای استیون پینکر نشان میده که او هم البته از نوربرت الیاس که این عنوان فرایند متمدن شدن رو برای ما نشان میده نکته‌ای رو ذکر بکنه و من سعی کردم از این نظر الهام بگیرم برای وضعیت امروز ما. داستان از این قراره که آقای نوربرت الیاس در کتاب خودش ذکر میکنه که
ما امروز در یک وضعیت متمدنانه هستیم نسبت به گذشته. یعنی جرم و جنایت خیلی کمتر شده، بهانه‌های جرم و جنایت کمتر شده. حتی اگر هم رخ میده ما مواضعی نسبت به اون داریم. یعنی اگر میبینیم در یک جای شکنجه رخ میده، ما امروز در برابر اون اعتراض میکنیم، اظهار خوشحالی نمیکنیم. اگه ببینیم جنگی رخ میده، موضع ما نسبت به اون خشونت یک نگاه منتقدانه است، نگاه همدلانه نیست. آقای نوربرت الیاس در کتاب خودش یک شرحی، ایشون چگونه به این مسئله رسید؟ ایشون در کتاب خودش تصاویری از نقاشی‌های قرون وسطا رو میاره و پیش از اون. یعنی مثلا صحنه‌ای هست که یک مردی مثلا در حال زدن زن همسر خانشه، از اون طرف پسری با چاقو و سنگ دنبال حیواناته، اونا رو داره با سنگ و چاقو میزنه. کمی آن طرفتر نگاه میکنه در مزرعه یه اربابی شلاق به دستشه داره کارگر رو کتک میزنه. از اون طرف نظامیان در حال بردار کردن گروهی هستند. بعد آقای نوربرت الیاس میره و با استفاده از مطالبی که افراد در اون زمان نوشتن، یعنی قبل از دوران قرون وسطا و قرون وسطا، نگاه میکنه که سبک زندگی اونها به نحو عریانی خشونت رو خیلی چیز بدی هم نشون نمیده. اتفاقا نشانه غیرت، نشانه مردانگی، نشان دادن احساسات نشون میده. بنابراین به این استنتاج میرسه که خب در اون فضا طبیعی که خشونت خیلی برجسته است. آی پینکر میگه من یک پرسشنامه ای رو بین دانشجویان انگلیسی زبان خودم و انگلیسی خودم پخش کردم و گفتم به نظر شما انگلستان امروز خشن‌تره یا انگلستان زمان مثلا قرن گذشته، قرون وسطا؟ میگفت من نگاه کردم و دیدم که پاسخ به این پرسشنامه اینه که میگن انگلستان الان 14 برابر از انگلستان قرون وسطا خشن‌تره. میگه در حالی که پژوهش‌ها نشون میده که 95 برابر کمتره. یعنی ما همیشه نسبت به گذشته یک حس یا نوستالژی خیلی خوب بودن داریم و نسبت به الان وضعیت منتقدانه داریم. دلیلش هم اینه که بسیاری از جرائم کوچک نزد ما خیلی بزرگه. شاید اگر در گذشته یه حاکمی دستور قتل عام یک روستا رو میداد کسی اهمیت نمیداد، اما امروز اگر یکی کشیده‌ای به گوش یک بانویی بزنه میبینید موجب واکنش میشه. اون خشونت دائم داره در فضاها عینی سازی میشه، اخبار به گوش ما میرسونه و ما موضع میگیریم. خب از اینجا مسئله مهم میشه. آیه استیون پینکر میگه خب چگونه این فرایند رخ داد که ما متمدن شدیم؟ حالا این رو من در یه جلسه خیلی مبسوط عرض خواهم کرد. از جمله اونها تغییر در روش داد و ستده. یعنی ما یاد گرفتیم با هم تعامل بکنیم، از اون نظام زمینداری و کشاورزی که خب زمین میدونید محدوده، شما برای اینکه زمین بیشتری تصاحب بکنی باید زمین دیگران رو بگیری و در نتیجه به کشورهای دیگه حمله بکنی و به همین شکل تبدیل شدیم به نظام داد و ستدی. پول میدیم، پول میگیریم و این نیازمند اینه که وقتی من به کسی پول دادم دوست نداشته باشم او فوت بکنه، بلکه او زنده باشه، کار کنه، سودشو به من بده. اگر میخوام به یه شهر دیگری برم باید مردم اون شهر سالم باشن، سلامت باشن، تولیدی داشته باشن که هم کالامو ببرم اونجا بفروشم، هم از اونجا کالا بخرم. یعنی آرزوی سلامتی اونا رو باید داشته باشم، نه آرزوی مرگ اونها رو. به همین ترتیب اون میاد نظام نظامیگری رو که دیگه هر کسی نظامی نیست بلکه دولت متولی این امره. در حالی که در گذشته که دولت‌های مرکزی نبودن، دولت‌های ملی نبودن، هر کسی با گروه مختلف خودش یک دسته رو تشکیل میداد، حمله میکرد، جای دیگر رو میگرفت. بعد نظام غذاییه، بعد تغییراتی که در سطح جامعه رخ داد، فرهنگ کنترل، مهار درونی، تغییر ارزش‌ها
که ما برای هر چیزی عصبانی نشیم، به سمت خشونت نریم. خانم سیرز یه مطلب جالبی میگفت این که یک مردی، آقای پینکر هم آورده، میگه اگه مردی شکستی میخوره در یک زمینه تجاری یا در یک زمینه عشقی یا هر چیز دیگری و اینکه بنشینه پشت میز یه سیگاری بکشه و یه گیلاس شرابی بخوره، مربوط به دوران متأخره. در دوران متقدم اینجوری نبود. اگر من احساس میکردم کسی منو بدبخت کرده، با چاقو و شمشیر و اینا به سراغش میرفتم. شما فیلم قیصر یادتون هست، در درون یک جامعه سیستم های ایجاد میشه که مانع از این است که یک انسان دست به انتقام جویی خودسرانه بزنه، یاد بگیره خشم خودش رو کنترل بکنه، در حالی که در گذشته این غیرت بود که تو حق تو خودت بگیر، سراغ پلیس و اینا نباش. من این تعبیرم بارها ذکر کردم. در زمان رژیم گذشته در یک صحنه این آقای ناصر ملک مطیعی، ایشون خب میدونید دیگه یکی از اون چهره‌های شاخص سینمایی بود که کار خودش رو خودش حل میکرد، به سراغ دیگران نمیرفت. در یه صحنه یکی به ایشون تعرضی میکنه، نه اون تعرضی که آقای هالو کردن ها، تعرضات مختلف. ایشون میره پلیس رو خبر میکنه. حالا جالب اینه که میگه در سینما مردم زدن این صندلی‌ها رو شکستن که آقا ایشون که نباید به پلیس خبر بده، ایشون باید خودش شخصا وارد عمل بشه. آیه استیون پینکر میگه ما اینگونه متمدن شدیم که یاد گرفتیم گفتگو بکنیم، یاد گرفتیم ساختار و نهاد بسازیم، یاد گرفتیم که فصل خصومت‌های خودمون رو نهادی حل کنیم نه شخصی، یاد گرفتیم که نسبت به احساسات و عواطف خودمون مهار بزنیم و بیایم جلو. بعد به این نکته میرسه که بسیار دقیقه. میگه خب حالا ما در این جوامع متمدن گاهی فرایند غیر متمدن شدن هم داشتیم. برآمدن نازی ها، برآمدن فاشیست ها، اینا رو چگونه میشه توجیه کرد؟ ایشون اشاره میکنه که اگر ما خیلی دقیق نگاه بکنیم میبینیم زمانی که انسان ها یادشون بره که این فرایند متمدن شدن چه هستن و چه اندازه اهمیت دارن و نباید اونها رو شکست، ناگهان دوباره فرایند غیر متمدن شدن ایجاد میشه. یعنی جایی که احساسات میرسه به اوج، جایی که انتقام جویی از شخص حتی میرسه به سنگ قبرها که الان شما ذکر کردی، جایی که دیگه نهادها کارگر نیستن، خودمون شخصا عملا باید وارد بشیم، جایی که احزاب معنی ندارن، عقلانیت معنی نداره، همه چیز رو باید خودمون حل کنیم، ما حقیم اونا باطلن، آرزوی مرگ دیگران. یادتونه من الان عرض کردم فرآیند متمدن شدن اینه که هممون باید با هم کار بکنیم، نباید آرزوی مرگ اینو بکنی، آرزوی مرگ اونو بکنی. ما اینا رو از داد و ستد اقتصادی یاد گرفتیم، امروز در مورد داد و ستد فکری هم اینجاییم که سلیمانی همش درست نمیگه، ممکنه خیلی از حرفاش غلط باشه، آقای الف درست بگه. بنابراین زمانی که یک جامعه‌ای در دوران متمدن عناصر اصلی متمدن شدن رو نفی کنه، داره وارد فضای غیر متمدنانه میشه. این بحثی که من در آینده وارد جزئیاتش هم خواهیم شد. بنابراین برآمدن فاشیسم برگرفته از ندیدن همان چیزهایی بود که ما رو متمدن کرد و یک لحظه غفلت کردیم، احساس کردیم این ساختارها الکی هن. نیاز نیست که خشممون رو مهار کنیم، باید علنی بگیم. نیاز نیست که به عقلا اعتماد کنیم، باید بریم سراغ پوپولیستا. نیاز نیست که این نهادها رو محترم بدونیم، بلکه باید نابودشون بکنیم. و این مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه جناب سهراب. ما حالا در آینده به این بحث خواهیم پرداخت و این طیف پادشاهی خواه از آن طرف داستان هم شروع کردن به غیر متمدن کردن فضا. یکیش که جمهوری اسلامی این کارو کرد، ما رو برد به دوران گذشته، به دوران قبیله گرایی. دیگری همین طیف هستن که اینها هم قبیله گرا هستن، اما چون خاندان
ایران ساز فقط 10-15 نفر بیشتر نمانده، هر کسی از نظر فکری با ما هست میشه جزء خاندان ما. تا زمانی هم که مدح و ثنای ما رو بگه جزء قبیله ماست، نقد بکنه میندازیمش بیرون، مرتد، منحرف، وصل، پروژه است. و اونها سعی در غیر متمدن کردن فضای سیاسی دارن. گرایش‌های فکری همه باید نابود بشن. منافع ملی چیزیست که من میگم. منافع گروهی ما بر همه چیز اولویت داره. یعنی اخلاق سازمانی رو بر اخلاق اجتماعی و مدرن دارن برتری میدن. به همین دلیلی که به سنگ قبرها که الان میبینید رحم نمیکنن، شما به دوران عباسی نگاه بکنید. من توی برنامه اخیر عرض کردم در رسانه پارس، دوستان پادشاهی خام پشت سر پیغام میدن که آقا ایشون خیلی داره ما رو اذیت میکنه. گفتم این عباسیان شما نگاه بکنید، زمانی که امویان رو شکست دادن قبرهای اونها رو شکافتن، رفتن یزید رو در آوردن شلاقش بزنن، جنازه های ولید و عبدالملک و اینا رو در بیارن آتیش بزنن. یعنی این کینه و عداوت از انسانهای حاضر به سمت مردگان رفته. اینا فرآیند غیر متمدن شدن دوستان. واقعا چشمتون رو ببندید، هیچ ایرادی نداره. ولی تاوانش رو باید بپذیرید. این نتیجه سکوته، این نتیجه ندیدنه، این نتیجه خود رو به حماقت زدنه. نباید فضا رو به سمتی ببریم که غیر متمدن بشیم. اسباب تمدن من در همین برنامه اخیر عرض کردم، اصلا تحزب، احزاب بالاترین رده توسعه سیاسی است. جایی که کارها پیچیده، تخصصی و بعد از کانال خودش انجام میشه. اما کسانی که اینها رو قبول ندارن میخوان همه چیز رو نابود کنن، چون اینا مانعی هستن برای رسیدن به اهداف خودشون. بنابراین این نشانه های غیر متمدن شدن اهمیت داره و اهمیتش هم از اونجاست که ما باید چند جلسه بهش اختصاص بدیم. حالا در آینده سعی خواهم کرد این فرصت رو پیدا بکنیم که در خدمت دوستان باشه. بفهم جنبندی اگر عزیزی جنبندی داره بشنویم و اگر نه که دیگه از خدمت عزیزان مرخص شیم. ممنونم از همه بزرگواران. ساناز من دیگه صحبتی ندارم. فقط شنوندم. سلیمانی عزیز ممنون که خیلی خوب. امیدوارم که بتونم در اون جلسه‌ای که تخصصا راجع به این مسئله صحبت می‌کنی در خدمت شما باشم. خیلی عالی بود. بله من یه نکته هم عرض کنم. دوستی تو چت ها نوشت احمق خودتی. میخوام این عرض کنم احمق از زمان کانت وارد بحث‌های فلسفی شد، یعنی کسی که قوه حکم و داوری نداره. من الان عرض کردم نمونه هاش رو. یعنی کسی که در پرتو احساسات دیگه نمیتونه تشخیص بده داستان چیست. کسی که در ذیل منافع قبیلگی و فردی نمیدونه که داره به منافع ملی خسارت میزنه، به منافع انسانی خسارت میزنه. احمق از این بابه، وگرنه خود کلمه احمق از زمان کانت وارد بحث فلسفی شد دوست عزیز من. بنابراین توهین نیست. در مورد کسی است که قوه حکم داوری خودش رو از دست میده. امروز هم وضعیت ما همینه. منافع فرقه‌ای و گروهی رو حتی بر حقوق بشر ارجح میدن. خواستار نابودی و مرگ همه هستیم چون مثل ما فکر نمی‌کنیم. یه روز خوب میادم ما خیلیا خالی جاشون جاریه تو گوش این شهر آه سرد مادراشون. روزی که کینه و نفرت توی تاریخ جا بگیره، حق آزادی انسان توی مشتشم نمیره. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سوال ساده با تفنگ و خون نباشه، کسی به جرم عقیده له نشه، تو ملع عام نسپرن سر کسی رخ به طناب و چوب دام. رو لبا